توکل بر الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و توکل علی الحی الذی لا یموت. بر زنده که هرگز نمی میرد توکل کن. یعنی در همه امور و کارهای کلان و خرد خود بر الله عز و جل توکل کن. زیرا اگر الله متعال کاری را برایت میسر نکند هرگز به انجام آن موفق نمی شوی. یکی از سببهای موفقیت توکل بر الله است. خاصتا وقتی که مسئله ها و مشکلات زیاد تو را به تشویش می آورد، هیچ پناهگاه و فریادرس جز الله عز و جل نداری. پس بر او اعتماد و توکل کن تا تو را کفایت کند. الله سبحانه و تعالی در چندین آیه های قرآن می فرماید: بر الله تعالی توکل کن و همین بسنده است که الله کارساز تو باشد. سوره احزاب آیه 3. و در دیگر جا می فرماید مؤمنان باید تنها بر الله توکل کنند. آل عمران آیه 122. بر الله توکل کن که الله توکل کنندگان را دوست دارد. آل عمران آیه 159. البته شیطان را بر کسانی که ایمان آوردند و بر الله توکل می کنند غالبیت نیست. سوره نحل آیه 99. توکل این عمل قلبی بوده یک نوع عبادت است. در همه حالت بعد استفاده از سببها صدقاً و با امید و باوری کامل به الله قهار توکل کردن. توکل کردن بر الله بر مؤمنان واجب است. هر وقت هر نیتی که میکنی بر الله سبحانه و تعالی توکل کن. آنگاه که تصمیم بر انجام کاری گرفتی بر الله تعالی توکل کن، چرا که بی تردید الله تعالی توکل کنندگان را دوست می‌دارد.